شده؟ نمیدونم، فقط خالی کنی سری. برو. من و خانمم که از اینجا اسباب کشی کردیم رفتیم توی خونه‌ای که حالا اینجا از که شانس آوردیم بالاخره. ببین سر راه از سوپرمارکت های باز بود یه چیز برای صبحونه بگی، هیچی نداریم تو خونه. قربونت برم. سلام. چی شدی تو؟ والا ما نمیدونیم چی شد. یه مرتبه دیدیم از بالا صدای داد و جیغ اومد. رانه جون اون آپارتمان تو در همسایه و محل تابلوه بابک جون. والا یکی دو نفر نبودن رفت آمد میکردن خونه این خانم. اینو بپوش بریم کلانتری. نمیتونم، اذیت میشم واقعا. خب من چی کار کنم دیگه؟ من یه رو باید پیداش کنم. شما صاحب این ماشین هیچ وقت اینجا دیدین؟ تو یک کلمه نمیگه اونجا چی؟ تو چرا همچی میکنی امشب؟ داری انتقام میگیری ازش. خودم میدونم دارم چی کار میکنم.